در همکاری با مرکز مبل خانه من برنامه نوبتی را شروع میکنیم عزیزان دل و من درود گرم و صمیمانه تهیه‌گران برنامه نگفته ها را به عرض شما میرسانم. این نوبت مهمان داریم. مهمانی ما خیلی گرامی قدر است، زیبا است، خوش صدا است، برنا است، به همتا است. ماهیره طاهری. درود ماهیره جان. ما و من درود همه مخلصان را به شما میرسانم. سلامت باشین. من همچنان سلام خود را به همه بیننده ها مخلصان عزیز میرسانم. بگذار روزی خوب و خوش داشته باشم. قبل از همه میخواهم بپرسم که این همه مدت در کجا هستید؟ نه یک صدا، نه یک آوا، نه یک پیغام، نه یک پیام. کجا هستید؟ خانه؟ چون که تربیه فرزند. براو، مبارک شود. دخترچه یا پسرچه؟ دخترچه. اسمشون؟ مویده جان. مویده جان. مویده. مویده. بله. عجیب نام. چی معنا دارد؟ مویده معناش قصه دراز است. سوره است. سوره از کتابی قرآن. استید که ازدواج کردید؟ بله ازدواج کردم. راستی من زندگی شخصی ام را نمیخواهم با کار هنریم علاقمند کنم. از این برمی آید که شما سوال ها رو راجع به زندگی شخصیتون دوست نمیدارید؟ نه. حرف زدن نمیخواید؟ نمیخواهم. فقط درباره هنر. زندگی شخصی است. آره، فقط میخواید درباره هنر. ولی من راجع به هنرتون حال و سوال های میدم که پسندتون نمیآید سوال های من. فکر نمیکنم که فکر نمیکنید. راجع به هنر میخواید صحبت کنیم؟ میشه. باشد. راجع به هنر صحبت میکنیم و راجع به یک جزء بسیار نازک هنر، ترانه دوزدی. چی میگوید؟ راستی وقتی سرود یک نفر دیگر رو میپسندی و میسرایی، این دزدی نیست به فکر من. وقتی که سرود را پیش از همون هنرمندی که با او مبلغ گذاری کرده، با ارنجировка کردگی است، با سخنانش همچنین مبلغ گذاری کردگی است، مهنتی بسیار کشیدگی است. پیش از خواندن هنرمند دزدیده میخوانند، این است دزدی. من این را دزدی میحسابم البته. و من میدونم، من آگاهم، تا به دست ما اطلاع آمده رسید که یکی از ترانه‌های شما رو یک خواننده افغان بدون مجوز سروده است. درست است؟ بله، یکی اش رو نه، یک چند تاش رو. راستی کی؟ بیا دوشکار حرف میزنی ماهیره بانو. راستی نمیخوام. چرا؟ نامش رو حتی به زبانم گیرم. خیلی خودتون فهمیدین مقصد کی است، چی است. تماشابین ما نمیدونم. از همین قدر فهمند که من هیچگاه سرود یگان کس رو حتی به مانندی کپی خانی میشد چی میشد نخوندم. چی سرودی خواندم سرودی من است و سرودای من رو که در خواندن دیگه کس شنیدن میفهمند که سرودای من است. چرا شما میترسید؟ نه نمیترسم. پس چرا نمیگویید اسمش رو؟ نمیخوام راستی. یعنی سببی نخواستن شما چی است؟ نامش رو بر زبان گرفتن نمیخوام. چرا؟ مثلا اینقدر متنفرید که بله بسیارم زیاد. به هر حال شما در خودتون جسارت پیدا کرده میتونید که بگویید کی است تا دیگران بدونند. مثلا من میدونم که چند پیش شبنم صابری خودش که صدا بلند نکرد، ولی شوهر منصور گفت که غزال ترانه شبنم صابری را میخواهد بسراید و در صفحه اینستاگرامش غزال گفته است که منتظر باشید ترانه جدیدی من منظوری شما میگردد و این ترانه جدید یعنی مال شبنم صابری بوده است که چند سال قبل این ترانه را در یکی از برنامه‌های کنسرتی اجرا کرده بوده است. من راستی ندیدم. اگر چنین کرده باشن منصور جان، احسن به منصور جان. دوست می‌دارم چنین شخصایی که مال خود را صاحبند. ترانه های شما رو کی دزدید؟ غزال؟ بله. خوب، کدام ترانه است؟ بیاید اکنون درباره این ترانه حرف میزنیم. اولین ترانه است که دیوانه من نام دارد. آهنگسازش دوران جانی رحمتزاد استادی عزیز و دیگری خوبی و خرابی نام البوم خود گذاشت همین سرودی مرا. ترانه نخستین چی بود؟ دیوانه من. چی طوری صدا میداد؟ یک پارچه‌اش رو میتونیم زمزمه بکنیم؟
دیوانه من آمدن در لب آب است این بار ولی حال دلش بسا خراب است دیوانه من آمدن در لب آب است این بار ولی حال دلش بسا خراب است لب تشنه و هم با غم و حسرت نگهم کرد گفتم بروم آب دهم کار ثواب است من گفته بودم که عاشقم شو یا گفته بودم مرا صدا کو کاری به محبتت ندارم رو درد دلت خودت دوا کن کاری به محبتت ندارم رو درد دلت خودت دوا کن کاری با محبتت ندارم رو درد دلت خودت دوا کن. این مال کی است اینقدر ترانه زیبا؟ شعر کی است؟ شعرش از احسان جنی اعظمیان و آهنگش از دوران جان. این ترانه چگونه به دستی غزال افتاد؟ این سرود و دیگر سرودهایم رو یک جایه وقتی که میشتیم ما همکاری داشتیم دوستی هم داشتیم میشیشتیم ما زمزمه میکردم همون وقتا شاید که تلفنی ثبت کرده گرفته باشد یا اینکه تلفنی و پنهانی شاید بسیار ذهنی تیز دارد ذهنی قوی دارد و دیگر هنرمندا احتیاط باشن البته که و اصلا منصور شوهر شبنم صابری در آن اظهاراتی که داشت گفت که سراینده های ما وقتی که سراینده های افغان را می سرایند یا ترانه های احمد ظاهر را یا ترانه های فرهادی دریا را یا ترانه های استاد ساربان را حتما درج میکنند و در زیر میوزیک ویدیو ها می نویسند که این ترانه مال کیست، یعنی مال احمد ظاهر است یا مال فرهادی دریا است یا از استاد ساربان است یا از دیگر است. حتما درج میکنند در زیرنوشتش اسم این افراد رو یعنی اصحاب ترانه ها رو حتما که درج میکنند. ولی منصور میگوید که این کار رو اگر میکردن ما لب نمیکشودیم حرفی نمیزدیم. همین طور. و ترانه دویم کدام ترانه است که به دست غزال افتاد؟ از یکی آهنگسازای افغان است بله سمی امید. این سرود یک قصه دارد. یکی از خواننده های ما هنرمندی ما وقتی که همین آهنگ را خوبی خرابی را میشنود با او پسند میآید راستی میخواد همین سرود خودشون بسراین لیکن برعکس همون آهنگساز میگن که من به شما دیگر آهنگ را میسازم چون این آهنگ رو من برای ماهیره جان ساختم نمیتوانم به شما بتیم. عجب آهنگ. اگر آهنگ باشد که چند نفر خریدار پیدا کرده باشد چند نفر طلبکار پیدا کرده باشد حتما که آهنگ خوب است. بله زمزمه میکنید یا پارش را؟ انشالله که بر روزهای نزدیک پیشکش مخلصا میگردد و متاسفانه پیش از من این سرود را سراییدم. غزال سرایید ثبت کرد میوزیک ویدیو کرد. بله. شما هیچ واکنش نشان ندادید؟ نه. چیزی نگفتید؟ نه. چرا؟ خیلی بود نبود ما یک وقت همنشین بودیم دوست بودیم نه تنها همنشین ما بسیار دوستی نزدیک هم بودیم از خاطر همون روزا. چند مدت دوام کرد این رفاقت و دوستی شما؟ یک کنسرت یک جایگی داشتیم بعد از همون کنسرت. با این مشکل باز کدامی از سراینده های تاجیک روبرو گردید؟ دوستی نزدیک من از بنفشه جان رجبова که حالا به شوهر برآمده است بسیار هم زندگی خوب دارد این سرود را میخواست بخواند لیکن نخواند و باری به من گفت که اگر همین سرود به تو پسند باشد همین سرود رو من به تو توفه میکنم که تو بخوانی من دیگر نمیخوانم. مقصد من راضی شدم راستی گرفتم بله در یک جایگی گوش میکردیم همون وقتا زمزمه میکردیم یکم وقت میخواستم همون سرود رو و میخواستیم که یک جایگی با غزال همون سرود رو میخواستیم که با یک جایگی بخوانیم شکر که نخواندیم لیکن همون سرود رو هم دزدی کرد و تنها او را با ثبت MP3 در یوتیوب پخش کرد و من همچنان بنفشه جان زنگ زد بیرون از تاجیکستان است حالا
با من از همونجا زنگ زد که مویرا جان همون سرودی که من با تو توفه کردم میخواستم تو بخوانی سرود رو غزال خوانده است الکه بله و یک سرود دیگر رو هم گویم نگفته نماند سرودی که ما با نگارا جان یک جایگی خوانده بودیم نگارا جان خاله و بله خواهرکی عزیزم بسیار دوستش میدارم با او یک جایگی خواندگی بودیم در اینجا من شما میدونید که در یک تیم پرقوت من همکاری دارم و از همون شرکت با ما پیشنهاد کردن که این سرود رو میخوانید من و نگارا جان سرود از آهنگ های استاد امیر جان صبوری است ما باید 4 نفر میخوندیم راستی اول بود 2 نفر من و نگارا از همین تیم که ما همکاری داریم قیام انترتینمنت با ما پیشنهاد کردن که این رو بیایید 4 نفره میخونید بله 2 دختری افغان و 2 دختری تاجیک من و نگارا جان خوانده بودیم حتی پیش ما هست همین سرود رو هم حتی خواندن دزدی کردن خواندن 4 نفره خواندن من فکر میکنم دیگر هنرمندایی که در اونجا خواندگیان شاید خبر نداشته باشن از این سرود که سرود باید ما میخواندیم خب حساب میکنیم 1 ترانه 2 ترانه 3 ترانه 4 ترانه رو به یغما بردن در حساب 4 تا بله 4 ترانه و یک چیز دیگر وقتی که شما با هم می نشستید و گفتگو میکردید و راز میگفتید خیلی که گفتید یکی دیگر از شبنم جان صابری دوستی من که میخواست است بخواند یا که خوانده است نمیدانم ما هم شوهر شبنم صابری پیشگیری کرد 5 تا حسابی ده مقصد اگر از شبنم جانم که حساب کنیم 5 سرود و یک سوال وقتی که شما می نشستید با هم راز میگفتید به یک دیگر پای نمی بردید که این ترانه ها رو نه هیچگاه از رفتارش نه دوستی خود می حسابیدم هیچ وقت امید نداشتم که چنین میکنه حاضر اگر با هم در یگانجا تصادفاً بنشینید دیگر ترانه نمیخوانید در نزد غزال بلند نرود گپم شاید من هیچ گاه نشیدم در نزد وی جایی که او هست من نمیشینم یعنی جایی که او باشد شما بودن نمیخواهید در اونجا هیچگاه تا همین حد تا یک حد کشالکاری و استحاله‌کاری شما نی سبب باشد که این ترانه ها رو میدوزند و میسرایند نه راستی من شتابکاری رو دوست نمیدارم و میخوام که همه چیز مقصد در سطح عالی باشد چی در خواندن چی در ثبت ویدیو کلیپ آرزو جان وقتی که من در تربیت فرزند اندرمان بودم در این کارهای ایجادی هم وقت نداشتم راستی از همین حالت ها استفاده کردم و حتی همین خیلی سراستیمه شدن که هم سخن ها رو خطا خواندن بعضی سرودار سخناشم خطا خواندن حتی آهنگاشم که حیران میشی شما گفتید که با تیمی بسیار پرقوت همکاری دارید قیام انترتینمنت اگر قیام انترتینمنت اینقدر تیمی پرقوت باشد چرا از حقوق‌های مؤلفی شما دفاع نمی‌کند چون که من خودم راستی اجازت نداده بودم چرا نمایندگان قیام انترتینمنت گفتند که ماهیره بیایید از حقوق‌های مؤلفی شما حمایت میکنیم مالکیت ذهنی شما رو حفظ میکنیم گفتن بله البته گفتم شما چی پاسخ دادید من رد کردم چرا چون آدمی بد رو به خدا میسپاریم خداوند سرشته کند بدی در کار نیست همینجا برنامه به انجام میرسد و در نهایت کار با ماهیره طاهری موفقیت زنده باشم نصرت تمنا میکنیم و تمنا میکنیم که مالکیت ذهنی ماهیره رو دیگر هیچ کس به یغما نبرد طلا و تاراج نکند ندزدد فقط خودش مالکیت ذهنش رو بسراید زیرا هر آن ترانه‌ای که تولد می شود این شبیه یک گنج بسیار پرارزش هست در صندوق سینه هر یک ایجادکار برای همین ما باید به قدر هر یک ترانه به قدر هر یک آهنگ به قدر هر یک کلام شعر
با قدر کاری ایجادی در مجموع برسیم. با شما خداحافظی میکنیم دوستان عزیز همراه ماهی ربانو تا برنامه‌های دیگر خوش باشید. زنده باشه.